در نتیجه گذراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 66 ساله ساکن نوی باباجان غفوروف با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 28 نوامبر سال 2023 تقریباً ساعت 13:30 هنگام در کوچه باباجان غفورف نوی مذکور قرار داشتنش با پیرمرد 72 ساله ساکن همین نوی جنگ و جنجال کرده با مقصد قصداً رسانیدن جراحت وزنی به سلامتی از کیسه‌اش کرد را گرفته آن را به طرف جبری دیده و می‌دهد که در نتیجه کرد به قفس سینه نامبرده زده است. جبری دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. اوید به این حادثه نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت وارد گردیده است که سال 2016 مرد 29 ساله ساکن نوع رودکی با روی فریب به باوریش درآمده از او $7,000 آمریکایی و 7,000 سومانی گرفته وعده داده است که برای واسش از حدود دهه کمونیسم نوع رودکی 0.6 قطعه زمین نزد ابلگی جدا کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده دوم مارس سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن نوی رودکی درآمده از او برای نگاهبین نمودن 110 سر چاروا میده شخدار را گرفته است، اما چارواهای بزیمه گرفته‌اش را به شخص نامعلوم داده تا حال آنها را برنگردانیده است که با این کردارش به جبر دیده به مبلغ 160,000 سومانی ضرر بزرگ مادی رسانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.